ما در یک کلیپ کوتاه گفتیم تویوتا کورولا یک ماشین معمولیه. خیلی از دوستان اعتراض کردن، گفتن یعنی چی؟ مگه تویوتا کورولا ماشین معمولیه؟ اگر اون معمولیه پس 206 چیه؟ پراید چیه؟ باید بگیم که اینجا یک سوء تفاهم پیش اومده. و دوباره باید بگیم که کورولا یک ماشین معمولیه. ماشین معمولی به چی میگن اصلا؟ ماشین معمولی تو دنیا اینجوری معنی میده که یک سدان 4 در بی دردسره و نه اسپورته، نه لاکچریه و نه آفروده. اینو میگن ماشین معمولی. و تو اون کلیپ گفته بودیم که وقتی روی یک آمپر کیلومتر شمار نوشته 200 معنیش این نیستش که کارخونه سازنده اجازه داده تا با این 200 راه بری. به اینم شما اعتراض کردید، گفتین نه ما با سمن 200 میریم. اینم 200 نوشته، میشه باهاش 200 رفت. نگفتیم نمیشه، خیلی هم خوب میشه، اما این ماشین برای اینجور سرعت‌ها ساخته نشده. شما اگر با این ماشین 200 بری، مصرف سوختت به شدت میره بالا، چندین برابر عادی. امکان اینکه تصادف بکنی خیلی میره بالا. امکان این که موتور ماشین رو از بین ببری خیلی بالاست. اما این کورولا که بازم میگیم یک ماشین معمولیه، اگر باهاش 110 کیلومتر سرعت بری، از همه لحاظ به صرفته. مصرف سوختت به شدت میاد پایین، استهلاک موتورت به شدت میاد پایین، گرفتار جریمه های سنگین پلیس نمیشی و از همه مهمتر امنیتت هم برقراره. پس نگین با این ماشین ما 200 میریم. شما وقتی با همین کورولا توی جاده دارید میرین، سرعتتون رو اگر روی 110 تا نگه دارین، به دور موتورتون که نگاه میکنید میبینید زیر 3. در این حالت نه به موتور فشار میاد نه به باک بنزینتون. حالا دیگه خود دانید، ولی خواهشاً تون نرید.